قوی‌تره یا سایتاما. اومدیم مقایسه عادلانه داشته باشیم از این دو شخصیت که ببینیم کدومشون قوی‌تره. گوکو تو انیمه خودش در مبارزه‌ای که با جیرن داشت تونست یک کهکشان تقریبا توی خلا درست کنه و برولی که از گوکو ضعیف‌تره فقط با انرژی خودش تونست کهکشان رو نابود کنه. از اونور سایتاما توس با عدسه خودش تقریبا یه سیاره رو به فنا بده. البته میشه گفت سایتاما تو کار بزرگتر از این بکنه، ولی تا الان تو مانگا چیزی بیشتر از این نشون ندادن. از اون طرف گوکو کار خیلی بزرگتری کرده که میشه گفت واقعا توی لول دیگه قرار میگیره. با یونیورسال‌های مختلف جنگیده و کارهای خیلی خفن‌تری نسبت به سایتاما انجام داده. در آینده سایتاما میتونه کار بزرگتری کنه، ولی تا اینجای کار که دیدیم گوکو سایتاما رو از نظر کارهایی که کرده و قدرتی که از خودش نشون داده میزنه.